روز چهارم است که با وجود سرکوب بیرحمانه تظاهرگران در بلاروس اعتراضهای خشونتبار در این کشور ادامه دارند. روز 12 آگوست هزاران نفر در مینسک و دیگر شهرهای بلاروس به کوچه ها برآمدند و از نتایج انتخاباتی که در آن الکساندر لوکاشنکو پیروز اعلان شد ناراضگی کردند. مقامات انتظامی به مردم تهدید نمودند که در صورت تظاهرات لطوکوب و یا بازداشت میشوند. تاکنون در جریان اعتراضها 2 نفر هلاک شدند. ایالات متحده آمریکا شیوه برگزاری انتخابات در بلاروس و همچنین زوراوری مقامات حفظ حقوق را محکوم نمود. کاتب دولتی آمریکا مایک پمپео در جریان سفرش به جمهوری چک روز 12 آگوست به پرسش‌های رادیوی озодии از جمله درباره همین موضوع پاسخ داد. خبرنگار ری فورلونگ نخست از پمپео پرسید که آمریکا در مقابل مقامات بلاروس چه اقدامی را پیاده خواهد کرد. ما باید این مسئله ها را سر و کار گیریم. طور شما گفتید وضع انتخابات ما را سخت نگران کرده است. انتخاباتی که می توانست آزادتر و منصفانه تر باشد ما را عمیقاً دلسرد نمود. ما قبلا چنین حالت ها را دیده ایم و غمگینیم که واقعه ها به این شکل پیش رفتند. ما زوراوری و عاقبت های آن را می بینیم. ضد تظاهر کنندگان آسایشته از چاره های کار می گیرند که نباید استفاده شوند. ما هنوز تصمیم نگرفته ایم که به این وضع چگونه مناسبت کنیم، اما می توانم یک چیز را بگویم. ما با دوستان خود در اروپا که آزادی را قدر می کنند و همین طور از حوادث نگرانند همکاری خواهیم کرد. ما به مردم بلاروس نیکی می خواهیم و در همین اساس عمل خواهیم کرد. سپس خبرنگاری رادیوی озодии به روابط ایالات متحده آمریکا و ایران اشاره کرده خاطر نشان نمود که به زودی مهلت تحریم فروش اسلحه به ایران خاتمه می‌یابد. واشنگتن در چارچوب شورای امنیت سازمان ملل متحد چه تصمیمی را مد نظر گرفته است؟ این بود سوال نوبتی او. اینجا چی مهم است؟ من امروز در جمهوری چک هستم. ایران برای اروپا خطری واقعی دارد. ما دیدیم که آنها در اینجا چی معرکه های را انجام می دهند. ما خوف سوءقصد و کشتار را دیدیم. ما دیدیم که در سراسر اروپا این کارها تفتیش و مجازات شده‌اند. این برای هیچ یکی از کشورهای اروپایی کار عاقلانه نیست که سلاح خریدن ایران را دستگیری کنند. خب ما این خاتمه مهلت را داریم. در 18 اکتبر حکومت پیشینه امریکا این سازشنامه را امضا کرده بود. ما از این پشیمانیم، اما امروز دنیا به اتحاد نیاز دارد. بعداً خبرنگاری رادیوی озодии ری فورلونگ به مناسبت‌های آمریکا با روسیه روی آورده گفت مایک پمپео با وزیر کار خارجه روسیه سرگئی لاوروف خبرها درباره تقدیم جایزه به طالبان از جانب روسیه را که بعضی نشریه‌های غربی انتشار شد بررسی کرده است. آیا خبرها درباره تقدیم جایزه واقعیت دارند؟ ما هرگز مسئله های اکتشافی ایالات متحده آمریکا را شرح نمی دهیم. حتی اگر یگان خبرنگار تصمیم گرفته باشد که واقعا می داند که عملا چی می گذرد. آنچه ما گفتیم این است: اگر روس ها برای کشتن امریکایی ها یا غربیان کشورهای دیگر پول پیشنهاد می کنند، نرخ آن بسیار گران خواهد بود. این چیزی است که من با وزیر کارهای خارجه لاوروف در میان گذاشتم. من می دانم که نظامیان ما با رهبران بلندپایه آنها نیز گفتگو کردند. ما چنین چیزی را نمی برداریم. ما این را تحمل نخواهیم کرد. شکل پوره صحبت مایک پمپео با رادیوی озодии را میتوانید در وبسایت رادیوی озодии بخونید. در ادامه برنامه اخبار озодии گزارش داریم درباره آغاز سال نو تحصیل در تاجیکستان و یک آوازخوان قزاق که در دوره پاندمی کرونا ویروس داوطلبانه در یکی از شفاخانه‌های قزاقستان وظیفه برادر شفقت را بر عهده گرفته است. حالا باشد به یک آگهی توجه کنید.